سلام بینندگان و هواداران تلویزیون تاجیکستان. برنامه تاجیکستان و جهان است که از تلویزیون تاجیکستان منظوری شما می‌گردد. ما در این برنامه مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تاجیکستان و جهان را بررسی نموده منظوری شما می‌گردانیم. دستاوردهای نو در علم کیهانشناسی و جهش تازه در علم و تکنولوژی. تحولات بزرگ در علم کیهانشناسی ادامه دارد. عالمان علوم فضا و اخترشناسان ایستگاه بین المللی کیهانشناسی ناسا به دستاوردهای مهم نائل گشتند. ساختن نسل نو تلسکوپ‌های پیشرفته که از دورترین افق ناروشن عالم جرم‌های آسمانی را به تصویر می‌گیرند از جمله دستاوردهای عالمان به شمار می‌روند. بیشک چنین دستاورد و چنین جهش در علم در سمت افشای حقیقت‌های پنهان عالم مساعدت خواهد کرد. نسل نو تلسکوپ های جهان، جهش در علم. علم و تکنولوژی در حال پیشرفت است. هرچند در عصر 20 جنگ های جهانی یکم و دوم مانع پیشرفت بعضی جنبه های علم و تکنولوژی گردید، اما پس از سالهای 70 عصر گذشته تحولات بزرگ در علم کیهانشناسی با وجود آمد. در رشد علم کیهانشناسی و سفر انسانها به فضا و بالای مهتاب نقش نسل نو جهان خیلی بزرگ است. در طول تاریخ همیشه علم کیهانشناسی در حال تغییرات کلی بوده. محض در زمان گالیلئو گالیلی عالم، فیلسوف و متفکر غرب اختراع کننده نسل مهمی از تلسکوپ های نخستین تا حال تحولات چشمگیر در علم و تکنولوژی اخترشناسی به چشم می رسد. قابل بیان است که در مدت 17 سال عصر 21 دانشمندان و کارشناسان علوم کیهانشناسی به دستاوردهای نظررس نائل گشتند. محض دوام 10 سال اخیر در پژوهش‌های فیزیک هسته‌ای، اخترشناسی و سفر عالمان علم فلک به کیهان حقیقت‌های پنهان زیادی در زندگی بشر افشا گردیده. در رشد علم و تکنولوژی، تلرادیوکومونیکاسیون، علم طب، اینترنت، فضای رسانه‌ای، اطلاعات و غیر عالمان این ساحه نقش مهم و ارزنده گذاشتند. آمارهای رسمی مرکز آموزش‌های کیهانشناسی بین المللی ناسا بیان می‌نماید که در آینده نزدیک در علوم کیهانشناسی تحولات بسیار مهم اتفاق خواهد افتاد. نسل نو تلسکوپ‌هایی که حالا روی کار آمده است آن قدرت دیدن 50 میلیون سال نوری را داشته. وقتی که با این تلسکوپ‌ها با آسمان بی آخر نگاه می‌کنید با شما میسر می‌گردد که 50 میلیون سال را از نظر گذرانید. این تلسکوپ ها نسبت به تلسکوپ های زمان گالیلئو گالیلی 20 برابر بیشتر قدرت بینایش دارد و لنزه داخل آن قوی‌تر از لنزه های پیشین می باشد. تلسکوپ ها دو کار مهم را انجام می دهند. یک مسافه دور را نزدیک و جسم های کیهانی را کلان نشان می دهد و دیگر آن جرم های آسمانی را که نزدیک نموده است داخل آن را تشخیص می کند. تلسکوپ دارای دو لنزه کلان بوده، یکی در قسمت اول تلسکوپ و دیگری در قسمت آخر تلسکوپ قرار دارد و همین طریق با رشد یافتن علم و تکنولوژی در سمت کیهان و فضاشناسی عالمان با آینه‌های دست یافتند که قدرت آن در تشخیص موجودات فضا یک تحولات جدی را با وجود آورد. با گذشت اختراع نسل‌های گوناگون تلسکوپ، عالمان به ساخت تلسکوپ رادیویی دست یافتند که در رشد علم تکان جدی را با وجود آورد. این تلسکوپ ها در اطراف کره زمین صدایی را ثبت نمودند که این صداها هنوز پس از حادثه بیگ بنگ و یا ترکش بزرگ تا حال در گرد جهان وجود دارد. ما امروز می توانیم با چنین تلسکوپ ها این صداها را با پررگی تشخیص نماییم
و در حالتهای گم شدن موجهای تلویزیون ما میتوانیم این صداها را با آسانی شنویم، یعنی صداهای بیگ بنگ در آغاز ترکش بزرگ. 100 سال پیش دانشمند بزرگ غرب جان هابل پیش از آلبرت اینشتین متوجه شد که کره زمین در حال توسعه و بزرگ شدن است و نهایتاً در سال 1990 تلسکوپ با نام تلسکوپ هابل به کار شروع کرد که این هم یکی از دستاوردهای علمی بشر در علم کیهانشناسی محسوب می‌گردد. این تلسکوپ توانست با به تصویر گرفتن جنس‌های آسمانی، گازهای نیلگون و پراکنده فضا در مسافه میلیون کیلومتر در سطح زمین تغییرات جدی را در علم اخترشناسی با وجود آورد و انسانیت را به شناخت راز عالم نزدیک سازد و این دستگاه نخست تصویر ابرستارها را در کائنات به زمین ارسال ساخت. و سال 2017 باشد در علم کیهانشناسی و ساختن تلسکوپ ها تکان جدی با وجود آمد و جمهوری مردمی چین بزرگترین تلسکوپ رادیویی را نصب نمود که دارای قدرت خیلی زیاد است. این تلسکوپ می تواند جهان خارج از سیاره زمین، برخورد جرم‌های آسمانی، وجود ناشناخته جنس‌های کائنات را تشخیص نماید، صداها و ظهورات بیرون از حدود سیاره زمین را تشخیص نموده تصویر و صدای آنها را به زمین ارسال سازد. دانشمندان و کارشناسان جهان میگویند که اگر در سیاره‌های دیگری آسمان موجودات به مثل انسان‌ها وجود داشته باشند، داستان آنها را پیش از همه چینی‌ها با تلسکوپ بزرگشان پی خواهند برد. اما تا 2 سال دیگر یعنی سال 2020 منتظر بزرگترین تلسکوپ مرکز آموزش‌های کیهانشناسی شتات‌های متحده آمریکا یعنی ناسا خواهیم شد که آینه آن به 6.5 متر میرسد. این تلسکوپ خردترین و ضعیفترین ذره‌های خرد کائنات را با ما نشان خواهد داد. بیشک در جهان علم و تکنولوژی تلسکوپ‌ها موقع کلیدی را اشغال نموده. محض با وسیله تلسکوپ بشریت میتواند وضع زیست محیطی عالم، پدیده‌های نوظهور کائنات و گردش ستارگان را مشاهده و درک نماید. همانا علم در حال تکامل است.